آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو لر نکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول کو نو زولنی کو لر نکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی
موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو زموږ د پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان سلام احترامات قلبی خود خدمت تمام خواهرها و برادرای خود در سرتاسر دنیا تقدیم میکنم. امید است که جور صحتمند و آرام باشند. برنامه امروز ما مستقیما از شهر زیبای هامبورگ برودکاست میشه. ما در استودیو همراه جناب محترم شریفی صاحب قرار داریم. ما از شریفی صاحب بزرگوار بسیار زیاد تشکر میکنم. در قسمت مهمان نوازی ما به اصطلاح بسیار زحمات مزید را کشیدن و از اینکه اینا به اصطلاح یک مدت ما در حدود 2-3 روز میشه که ما به جرمنی آمدیم. از اینکه ما به جرمنی رسیدیم باید باز نکات را باید ما ذکر کنیم و نکاتی است. وقتی که ما به جرمنی رسیدیم خطاب صاحب ما با همراه شما موافقه میکنم. چیزی را که شما گفتین برادرای عزیز گرامی ما بزرگا در میدان هوایی فرانکفورت تشریف آوردن، دسته های گل آوردن و از آمدن ما بسیار مسرور شدن و ما شخصا از اونها بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه وقتی گرانبهای خود گرفتن و آمدن به اصطلاح به مدرخه ما. از هر یک شما تشکر میکنم از اینکه وقت کم است. ما اسمای هر یک از برادرای عزیز گرامی خود گرفتن نمیتونم. باز انشاءالله در وقت مناسب اسمای برادرای بزرگ میگیرم. باور کنین که در 2-3 روزی که ما در جرمنی استم یعنی 1 دقیقه هم این برادرای از چای صبح بگیرین تا نان چاش تا نان شب ما را به اصطلاح همراهی کردن و در خانه های خود پذیرفتند و به رستوران بردن. ما از هر یک شما ما تشکر میکنم. علت آمدن ما در اروپا قرار که شما خبر دارین و اعلاناتی که ما گذاشتیم پیشتر. ما خواستیم که صدای مردم افغانستان در مقابل ناتو به اصطلاح و گوششان برسانیم و این یک خواسته ما بود و ما از مقامات امنیتی دولت بلژیم تشکر میکنیم. از مرکز عمومی ناتو ما تشکر میکنیم. بالخصوص کسایی که در دولت بلژیم همین مسئولیت را به عهده دارن. اونا فوق العاده مهربانی لطف کردن در مقابل ما و زمینه را مساعد کردن که ما یعنی ما افغانا بتانیم برای که تشکرات مزید خود
بر قوای ناتو که در افغانستان فعلا مصروف خدمت هستند و در حدود 11 سال یا 12 سال تقریبا اینا در افغانستان مصروف خدمت هستند. اولادای خود روان کردن و اولادای از اینا از دستشان رفته در مقابل دفاع از افغانستان. ما اولا از مقامات ناتو که موظف هستند، مقامات بلژیم که موظف و ای جای خوشی هستند که اونا با ما اجازه دادن که با تاریخ 23 اکتبر ساعت 1 بجه به این مونا که ما در مقابل مرکز عمومی ناتو که ما آدرسش میمونیم، آدرسش ما گذاشتیم. ما فکر میکنم در صحنه در پرده تلویزیون که بولوارد لیوپولد 3 1110 بروکسل بلژیم هستند. تماما خوارا و برادرای عزیزم از اونا ما خواهش میکنیم که بیاین در مقابل به همین آدرس در مقابل مرکز ناتو اونا تشریف بیارن. ما تماما ترتیبات گرفتیم. شما فقط وظیفه ایمانی و وجدانی است که برای دفاع از خاک و وطن شما تشریف بیارین و مسئولیت تشکیل این گردمایی یا به اصطلاح مظاهره میگین، ما این گردمایی میگیم که در مقابل مرکز ناتو را ما خود ما داریم و شخصا خود ما این را ما مسئولیت چه قبول کردیم و از تمام خواهرها و برادرای عزیز و گرامی خواهش میکنیم که بیاین بسیار به شکل منظم حضور به هم برسانند و نقاطی که مربوط مردم افغانستان، نقاطی که از قبیل عملات آخر پاکستان بالای افغانستان و ای که شما ببینید که ممالک ناتو میان در افغانستان فرزندان خود دست میتن در مقابل دفاع از مردم افغانستان و شما ببینید که دولت پاکستان و آیسای حملات را بالای مردم افغانستان میکنن که مردم افغانستان از بین ببرن. و این ترتیب وظیفه ایمانی و وجدانی ماست که ما به اصطلاح امی مشکل ملی که ما داریم میره به سمت تمام ممالک برسانیم. نقطه مهمی است که ما از روز اولی که دیولنجرگاه تأسیس شد ما گفتیم که هدف ما خدمت با مردم افغانستان می باشه و شما میبینین چیزی که ما از روز اول وعده دادیم برای مردم افغانستان ما به طور عملی او را ما به صحنه اجرا میگذاریم. خواهرها و برادرای عزیز، چیزی که از دست ما شده و از دست ما میشه و کار ما کردیم و میکنیم و ما باز هم از مقامات امنیتی دولت بلژیم، از مرکز عمومی ناتو و ارگانایی که موظف مرکز عمومی ناتو هستند از اونا با تشکرات قلبی خود ابراز میکنیم. گرچه مدت بسیار کوتاه هم بود و باز هم با فضل و مرحمت خداوند جل جلاله ما را اجازه دادن که ما حضور به هم برسانیم و اول اینی که ما تشکرات خود از اونا میکنیم از مرکز عمومی ناتو که زمینه را به ما مساعد ساختن و باز هم ما را اجازه دادن که از ساعت 1 بجه تا 4 بجه در اوجه گردمایی کنیم و موضوعاتی که مربوط به مردم افغانستان است قراره که ما بیشتر ذکر کردم اون موضوعات ما ابراز کنیم. به اصطلاح موضوعات شورا و موضوعاتی که با حیات سیاسی افغانستان ارتباط مستقیم داره، موضوعاتی که حیات سیاسی افغانستان با او تماس میکنه، او موضوعات ما
سرشته کردیم شخصا این جانب دیگه. ما از تمام خوارا و برادرای عزیز و گرامی خود خواهش میکنم باز هم کونا و تاریخ 23 اکتبر، تاریخ 19 تاریخ گردمایی ما نیست یا مظاهره به اصطلاح، و تاریخ 23 اکتبر که روز سه شنبه میشه، تاریخ 23 اکتبر که روز سه شنبه میشه، شما تشریف بیارین از ساعت 1 تا 4 با ما مرکز ناتو اجازه دادن که ما در اوجا بیاییم و شما هم خواهش میشه که شما بیاین ما را همراهی کنین. وظیفه ایمانی و در این وقت مشکل حیات سیاسی افغانستان از دو طرف افغانستان مورد حمله است، از طرف پاکستان عملات سیاسیش و از طرف ایران عملات کلتوری و اسعاریش، و در این حال از طرف پاکستان هم عملات اسعاریش میخواهد اقتصاد افغانستان از بین ببره، بی‌نظمی در افغانستان با وجود بیاره. و ای که ما خبر را شنیدم از محترم وزیر صاحب دفاع، گفتن که در قسمت استفاده کردن عملات راکتی اونا ناکام شدن. ما خو اگر ما او رو به خاطر بیاریم، 2-3 ماه گذشته ما مکتوب مخصوص با جناب محترم کردش و روان کردیم و گفتیم که ما میخواییم که یک شورای دفاعی افغانستان به وجود بیاریم و میخواییم که یعنی با کمک دولت افغانستان ما از تمام خوارا و برادرای عزیز خود سر تا سر افغانستان خواهش کنیم که بیاین در دفاع از خاک و وطن اقدام کنن. ما فعلا کم جوابی هم به دست نداریم و ای که جناب محترم وزیر صاحب دفاع اظهار کردن که ناتوان هستند در قسمت به اصطلاح. ما وظیفه ایمانی و وجدانی خود میدانیم که از وطن عزیز خود، از وطندارای خود، از دین خود، از خاک خود دفاع کنیم و این موضوع را به توجه جهانیان برسانیم که همین کار کردیم. و باز هم از شما ما خواهش میکنیم که شما بیایین به تاریخ 23 اکتبر در مقابل مرکز عمومی ناتو که آدرس شال ما در پرده میگذاریم بار دوم برای چند دقیقه، شما این را نوت کنین، شما بیاین تشریف بیارین که در این وقت اساس و مهم سیاسی دولت شما، مملکت شما و خاک شما، باز هم یه تکرار میکنم که خاک شما و وطندارای شما و شما ضرورت داره و شما بیاین آوازتون بلند کنین. ما به طور فوق العاده صلح‌آمیز نظراتی که مربوط به حیات سیاسی مردم افغانستان است، نظرات خود را بر جوامع بین المللی اظهار میکنیم و نقاطی که مربوط به مردم افغانستان است و به خاک افغانستان است اون نقاط ما ذکر خواهد کردیم. موضوع مهمی است که بازم ما از مرکز عمومی ناتو و مقامات امنیتی بلژیم تشکر میکنیم که اجازه را به ما دادن. قراری که ما آگاه هستیم، یعنی بسیار زیاد مشکل است برای کسی اجازه بدن که بیاین در مقابل مرکز عمومی ناتو به اصطلاح مقر عمومی ناتو اینا بیاین گردمایی کنن یا مظاهره کنن. این کلش فضل و مرحمت خداوند جل جلاله است. این بر اولین بار در تاریخ سیاسی افغانستان این کار واقع شده و انشاءالله
با فضل و مرحمت خداوند جل جلاله صدای ما را تمام دنیا خواهد شنید. نقاطی که ما فکر میکنیم به حیات سیاسی افغانستان ضرور است به شکل مبرم. ما نمیفهمیم که دولت پاکستان از اینکه بسیار زیاد چشم بالای خاک افغانستان گرفته بالای خاک افغانستان، دولت پاکستان نیره بفهمه که مردم افغانستان، خانمای افغانستان، اطفال افغانستان در سراسر دنیا در داخل افغانستان زنده هستند و حاضر هستند برای دفاع خاک خود، وطن خود فداکاری کنند. ما از دولت پاکستان با طور صلح‌آمیز می‌خواهیم که عملات خود استاد کنند و وطن و بر خاک ما خسارات زیادی دیگر وارد نکنند. اما از نظر تاریخی دولت پاکستان دولت پنجابی وایسای ایره در نظر داشته باشند که در خاطره های مردم افغانستان باقی خواهد ماند و هر چیز، هر نقطه مکانی و هر صحبت جای داره، ایره باید در نظر بگیرن. شما ببینین که طوری که ما پیشتر ذکر کردم ممالک ناتو 11 سال آمدن داخل خاک افغانستان و مردم افغانستان خدمت کردن و اولادای خود از دادن و یک مملکت مسلمانی که ادعا میکنن مسلمان هستن پاکستان هر روز هموطنای ما را شهید میکنن. نو بر نو پروانه داره که طفل است، خانمای ماست، این سران قبایل است. اونا تنها همو ارث که دارن میخواین که ارث خدا به اسلام چیزی که آرزوی دارن رو به دست بیارن، اما ای را خواب ببینن، باز هم میرم و میگم که ما مردم افغانستان زنده است. ما فعالیت های سیاسی رو برای انداختیم، قراره که شما میبینین ما نخواهد در آینده ذکر کردیم که چی نوع فعالیت های سیاسی، اما شما میبینین که ما قادر هستیم با کمک خداوند جل جلاله چیزی که با منفعت افغانستان باشه، منفعت مردم افغانستان باشه او را یعنی تواناییش ما داریم. ما تنها صحبت نمی کنیم، شما به طور واقعی را دیدین. باز هم پیش از این که موضوعات دیگر ما صحبت کنیم، در استودیوی هامبورگ، استودیوی شریفی صاحب بزرگوار، ما دوستای خود داریم. دوستای ما رئیس دیوان جرگه هلند آقای استانکزی تشریف دارن، در این حال برادر بزرگوار ما از دیوان جرگه غوث تشریف دارن و در این حال رئیس دیوان جرگه جوانای دیوان جرگه آقای ارشاد تشریف دارن در اینجا و من اینا را معرفی میکنم و اینا به طور خلاصه نقاطی که مورد نظرشان است نقاط را با شما ذکر میکنن. باز ما میاییم انشاءالله همراه شما صحبت خواهد کردیم. حالا ما میخواهیم که جناب محترم استانکزی صاحب معرفی کنم چیزی که شما میخواهیم که راجع به او صحبت کنید. استانکزی صاحب ما اختیارتون است. باز ما سایر برادرای عزیز و گرامی خودم جهان سپاس برادر گرامی آقای صدیق متین. به نام خداوند و به عرض سلام به تمام بینندگان تلویزیون پیام افغان و بالخصوص سلام بسیار خصوصی خود به تمام مادران و پدران افغان خود در سر تا سر دنیا میرسانم. من صحبتهای خود بسیار خلاصه میکنم که تاریخ 23 اکتبر که گردهمایی و مظاهره بسیار مهمی را داریم که در حقیقت این مظاهره
مظاهره نیست، بلکه این مظاهره ملهم است در دردهای 30 ساله مردم افغانستان. من از تمام برادرها و خواهرای خود در سر تا سر اروپا خواهش میکنم که در 23 اکتبر روز سه شنبه در پیش دفتر مرکزی ناتو در بلژیم بیایند و صدای برحق خود برای دنیا و برای جهان برسانند. و من از تمام دوستای خود ایره خواهش میکنم، خواهرایم، برادرایم، که مظاهره ما بسیار مسالمت آمیز است، مظاهره ما پر امن است، صرف ما صدای خود برای مردم و برای دنیا میرسانیم. ما باید این چیز را هم بگم که در 2 سال گذشته 5000 راکت ها سر افغانستان و سر سرحدات ما انداخته شده. هر افغان با احساس این درد احساس میکنه و هر افغانی که در اروپا، در بلژیم، در هر جای است، به خاطر از این که در 2 سال گذشته 5000 راکت ما برداشت کردیم، این درد گرفته بیان در این مظاهره اشتراک بکنن. ما دیگه امی صحبتایم بود. من تشکر میکنم از شما. لطف و مرحمتتان است. اگر شما امیر شما با پشتو تشریح کنید برادرایی که بفرمایید. زه په پښتو کې هم باید د تاسو ټولو ورونو ته د پیغام ورسوم چې په 23 اکتوبر باندې د بلژیم په ملک او د ناتو د مرکزی دفتر په مخ کې مونږ ټول افغانان تاریخي مظاهره لرو. دا مظاهره مسالمت آمیز مظاهره ده، پر امن مظاهره ده. د دې مظاهره هدف دا ده چې مونږ د خپل د حق غږ ټولو دنیا ته ورسو. او په دې مظاهره کې زه د ټولو ورونو نه بالخصوص د خویندو نه چې د افغانستان په ټولو سیاسي جګو ټیټو کې اولین قربانیان دي، خواهش کوم چې په دغه ورځ باندې اشتراک وکړي او د خپل د دردونو اظهار دنیا ته ورسوي. مونږ او تاسو پوهیږئ چې په 2 کالو تیرو 2 کالو کې 50,000 راکټونه زموږ په سرحدونو باندې د پاکستان د حکومت لخوا نه لګېدلي دي، او دغه د مونږ ټولو داغونه دي او دغه داغ او دغه زخمونه د مونږ مشترک دي. د دې زخمو د تداوی لپاره، د دې زخمو چې مونږ دنیا ته ورسو، باید د مونږ ټول افغانان خویندې ورونه په دغه ورځ باندې راټول سي. دغه د ما بیا هم خواهش ده چې ټول دوستان خویندې ورونه په دغه ورځ د ناتو مرکزی دفتر ته چې تاسو آدرس د تلویزیون په پردو کې وینئ را سره راټول سي. بسیار زیاد تشکر. حالا ما میخواهیم که ارشاد صاحب باعث رئیس جوانا، چون شما اسکیجال نبود که در پرده بین، اما ما خواستم شما بیاین که نظرتون اظهار کنین و پشتو نظر صحبت که میخواین بکنین لطفا. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې د پیام افغان ټولو محترمو لیدونکو ته که داخل په افغانستان کې او خارج په افغانستان کې تقدیموم. ګرانو خویندو او ورونو، دا ستاسو یو ملي کار دی چې د وطن تاسو دفاع وکړئ. موږ تاسو د ټولو افغانانو څخه غواړو که داخل په افغانستان کې، د خارج په افغانستان کې، چې دې ملي دغه نه دفاع وکړي. ګرانو خویندو ورونو، چې تاسو مخکې په تلویزیون کې ادرس ولیدو چې بلجیم کې د 23 اکتوبر باندې ټول دوستان هلته راټول شي. او مننه محترم ماتین صاحب، تاسو د امریکا نه تشریف وړی، ستانګي صاحب محترم نه احمد جان درست دقیقا دارم به تاسو. تشکر صاحب، لطف و مرحمتتان است. ما میخواهیم که از جناب محترم غوث صاحب خواهش کنیم خود معرفی کنند، چرا زحمات زیاد را در قسمت پیشبرد دیران جرگه به خرج دادن. از اینا میخواهیم که یک خود معرفی کنند، نقاطی که مورد نظرشون است با شما بگوین. بفرمایید. بسیار ممنون. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، احمد فراز غوث هستم، یک تن از همکاران دیران جرگه و من هم
سلامای خود خدمت همه بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم می‌دارم و از خواهران، بزرگان و مادران، برادران من این خواهش دارم که به 23 اکتبر را فراموش نکنن، حتما اونجا بیاین و صدای خود بلند کنن، به جهانیان برسانن که تای اعمال خصمانه پاکستان از افغانستان دور شد و پس شد. دیگه ما زیاد وقت نمیگیرم به خاطر که بینندگان شاید بخواین امروز متین صاحب صحبت کنن. تشکر متین صاحب. زنده باشین. شما لطف و مرحمتتان است از این که شما زحمات زیاد را در این راه بخرج این از همه تان تشکر، بالخصوص دستانکزی صاحب از مقامات رسمی دولت بلژیم، مقامات امنیتی دولت بلژیم، مقامات کی چانس برای ما و مردم افغانستان دادن که ما بیاییم در اوجا نقاطی که برای مردم افغانستان در این وقت اساس سیاسی به اصطلاح در این وقت باید مردم افغانستان شما این فکر کنین که ما از هر نقطه نظر میتونیم که از خاک خود دفاع کنیم، هم از نقطه نظر سیاسی، هم از نقطه نظر دفاعی، هم از نقطه نظر فیزیکی. شما هیچ وقت متاثر نباشین، هیچ وقت جگرخون نباشین. اینجا برادرایتان است. ما میتونیم از نقطه نظر سیاسی چیزی که ضرور است با حیات سیاسی افغانستان او کار به شما انجام بدهیم. شما میبینین با فضل و مرحمت خداوند جل جلاله بر اولین دفعه صدای مردم افغانستان، خواهشات مردم افغانستان در مقابل مقر ناتو که مجموعه از تمام ممالک غربی و امریکاست، ما مشکلات خود، نظرات خود به گوش اونا برسانیم. حال میمانه مثلا وظیفه شما این فکر کنین که این روز رخصتی همه افغان ها هست و تمام افغان ها بر مقابل مقر ناتو تشریف بیارن و طور بسیار صلح‌آمیز به شکلی که شان شوکت افغانستان بلند ببره، به شکلی که ما در این ممالک زندگی میکنیم طبق قواعد و قوانین ممالک ما باید اعمال سیاسی خود پیش بریم. به این ترتیب از شما خواهش می شود هر کدامتون که تشریف میارین بسیار به اعمال نیک و خواهش نیکی که ما داریم، خواهش ما دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و به دست آوردن خاکای ما و بنادر ماست. دولت پاکستان به این نقطه آگاه باشه که این عملاتی که بالای مردم افغانستان میکنه و این که دولت پاکستان بالای کنر و دریای کنر چشم خود دوخته، این یک خیال، یک فکر نخواهد بود. مثل که یک نفری که تشنه میشه از دور سراب میبینه و فکر میکنه که کجا است دولت پاکستان این را در نظر بگیره. ما از انچ از بلست خاک خود با فضل و مرحمت خود دفاع خود کردیم. مردم افغانستان در طول تاریخ 5,500 ساله خود وقتی که مشکلات، یعنی هر نوع مشکلاتی که تمامیت ارضی افغانستان را تایید کرده، مثل یک مشت واحد اتحاد کردن و از او مشکلات دفع کردن و یک افغانستان قوی و آرام و مرفه با وجود آوردن.
دیگه به اصطلاح باز هم میگیم که برادرای عزیز و گرامی در افغانستان و در سرتاسر دنیا، شما هیچ وقت متاثر نشین، به این معنا که وقتی که شما متاثر میشین و بگوین که ما ناامید شدیم، این خرابترین کار است و هیچ وقت این برای شان افغان مناسب نیست. ما از سرزمین دلیران و شیران ما آمدیم در این ممالک اروپایی. ما تواناییش داریم، ما درایت سیاسیش داریم، ما فعالیت سیاسیش بلد هستیم. حالا فعلا ای که نماینده پاکستان میاد در ملل متحد، ای که راکتای بیشرمانی خدا بالای مردم افغانستان، خاک افغانستان روان میکنه، دولت پنجابی آیسای و نماینده پاکستان اظهار میکنه که مثلا جنگ دو افغان است، یک افغان سر افغان دیگه فر میکنه. این چلبازی و این دروغگویی پاکستان در بین تمام ممالک واضح است، یعنی تمام ممالک غربی و آسیایی میشناسه که پاکستان یک مملکت دروغگوی چالباز بغیر از این که از خون افغان طول به دست بیاره دیگه کار نمیکنه. دیگه به اساس ما میخوایم که چند نقاط به طور خلاصه اظهار کنم. باز ما تلفن های شما رو میگیرم. شما تلفن ها رو دیدین که در استودیوی ما در استودیوی هامبورگ هستیم. شما میتونین که در استودیوی هامبورگ تلفن کنین، نظرتون بدین در این مورد و خصوصا نظر شما چی خواهد بود در مقابل مقر عمومی ناتو. ما نظریات شما رو میشنویم. از این که دولت افغانستان در قسمت کنترل از کلدار پاکستانی اونا اقدام کردن، یک اقدام نیک است، اما تا باله به طور کل دوران کلدار پاکستانی در افغانستان بند نشده و خصوصا آمدن ریال ایرانی در داخل افغانستان به هم توجه شود. و دیگه ای که وظیفه شورای ملی است که باید یک کمیسیون دفاعی مردم افغانستان پیشنهاد کنه و این به وزارت دفاع بره و به تمام ولایت‌های پیشنهاد شود تا ما بتانیم که کمیسیون دفاعی در مقابل عملات پاکستان با وجود بیاریم. و ما از جناب محترم وزیر صاحب دفاع ما خواهش میکنیم که موضوع را به طور جدی غور بررسی کنه و اعلامی ابراز نکنن که اونا در قسمت دفاع راکتای پاکستان ناتوان شدن. ما تلفن میگیریم و ان شاء الله موضوع دیگر گپ میزنیم. ولی صاحب دیرانجرگه صدیق متین در خدمت عمل کنید. صاحب متین صاحب سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی، عمل کنید. صاحب گلوار قیام شما. قیام صاحب سلام علیکم، چه حال دارین برادر گل؟ خوب هستین صاحب؟ تشکر. ما امرای استانگزای صاحب امرای رشاد صاحب بچه تلفن میکنم، متاسفانه که تلفنشان جواب نمیگن. اقلتان ها رو بویی که امرای ما تلفنی تماس کردیم که باز ما برای روز دوشنبه اسکیجوال کردیم که دوشنبه بخیر میایم اروپا. بسیار خوب، لطف کنید صاحب، تشکر، زنده باشین. کدام چیزی نقطه نظر صحبت میکنین یا مالای دیگر بگیرم؟ نی را خپل وطنداران مو باید بفهمه که پاکستان از بعد تاسیس خود تا امروز که ما شما از در دشمنی پیش آمده و هیچ وقت اینا روی میز مذاکره نشستن و میخوان فهمید خود شما که در پسان افغانستان این راکت بازی و بیگرنمانی که در هنر میکنن یک چیز که هیچ وقت پتو پنهان نمیشه. ما از تمام وطنداران خواهش میکنم که در روز 23 اکتبر که شما روز مظاهره گرفتین امروز کلگی در اونجا اشتراک کنه. یعنی ما که در امریکا هستیم از اینجا مجبور هستیم تکت بگیریم بیاییم در اونجا به خاطر ادعای وطن خود دیگه مسلم است که افغانایی که در اونجا هستیم ان شاء الله کلگی جمع میشه و بازم مظاهره برآمد. تشکر صاحب، لطف کنید، باز ان شاء الله صحبت میکنیم. با امان خدا صاحب. وصل تمره بدی متین صاحب جان نمره وصل دارین اینجا باز ما به شما تلفن میکنم. لطف کنید صاحب. از برمزنگ. سلام علیکم صاحب. ولی صاحب صدیق متین در خدمت است، عمل کنید صاحب.
السلام علیکم آقای متین، خوش آمدین به اروپا. نوزادی هستم از کشور ایران. سلام نوزادی صاحب، شما کجا هستین؟ درکتان اشتیال دارین صاحب؟ امر کنید صاحب. شما و مهمانای شما را و بینندای عزیز سلام و احترامات قلبی تقدیم میکنم. زنده باشین صاحب. بعدا گفتنی در مورد مظاهره دارم. اولا شیر پشتوی در مورد دورنجگه بسیار کوتاه خدمت شما پیشکش امر کنید صاحب، بفرمایید صاحب. زه په دنیا کې د دنیا نه عدالت غواړم، زه په دنیا کې د ناتو نه عدالت غواړم، زوی د انسان یم، په رښتیا انسانیت غواړم. بله صاحب. د خدای لپاره غور وکړئ، مسلمان افغان یم، کلک با ایمان افغان یم. دا ګناه نه دی چې خپل حق په جرګه او شریعت غواړم، زوی د انسان یم، په رښتیا انسانیت غواړم. ځمکه د خدای ده، پکې برخه هر انسان لري، هر څوک خپل سام لري. ځمکه د خدای ده، پکې برخه هر انسان لري، هر څوک خپل سام لري. د ډیورنډ کرښه ورکېدله تر ابد غواړم، دا منحوس کرښه ورکېدل تر ابد غواړم، زوی د انسان یم، په رښتیا انسانیت غواړم. زه په دنیا کې د ناتو نه عدالت غواړم، زوی د انسان یم، په رښتیا انسانیت غواړم. این فقط یک احساس ما بود در برابر خط منحوس دیورند در مورد مظاهره که در مقابل در برابر حملات راکتی پاکستان شما سازماندهی کردین. من حیث یک افغان از این عمل شما یک عالم تشکر، از این اقدام شما یک عالم تشکر و سپاس میکنم و واقعا سخت از بیشتر 6 ماه یا 1 سال میشه که راکت ها به خاک افغانستان شلیک میشه و قوای وزارت داخله و دفاع امنیت ملی و قوای ناتو که در افغانستان است یک خاموشی اختیار کردن. من نمیفهم که پشت این راکت ها کدام دست شیطان و شیاطین است و یا کدام پلان منحوسی دیگر است که همه دنیا در برابر این راکت های پاکستان خاموش نشستن و اینمی موقعی است که ما میتونیم صدای خود به دنیا و ناتو برسانیم که دیگه ملت افغانستان، دیگه مرد افغانستان طاقت و تاب مداخلات پاکستان و سازمان جاسوسی از او را نداره و خصوصا مداخلات نظامی از او که شرماور برای قوای امنیتی افغانستان و قوای خارجی که در افغانستان است برای یا شرماور به خاطر یا میگن که ما از ستالیت و نمبر پلیت محترم میخوریم، ولی چطور نمیفهمم که یک راکت در داخل افغانستان از کجا شلیک میشه؟ ما وقت شما را جاد زنده باشید صاحب. بسیار اقدام نیک است. من انشالله اگر سفر خارجی نداشتم خدمت شما در این مظاهره اشتراک میکنم و سبا برای 4 ساعت در هامبورگ هستم، میم برای 5 ساعت در هامبورگ هستم. اگر موقع مساعد شد انشالله خدمت شما از این طریق تلفن شما آرمان که طریق ارشاد جان شما را پیدا خواهد. زنده باشید صاحب، بسیار لطف کردین صاحب، ان شاء الله میبینیم میتونم. بسیار مرحمت کنید. تشکر صاحب، زنده باشین. بله صاحب، امر کنید صدیق متین و سایر رفقا در خدمتتان است. امر کنید صاحب. بله صاحب، امر کنید، بفرمایید صاحب. سلام علیکم صاحب. السلام علیکم صاحب، چه حال دارین صاحب؟ 2 دقیقه به شما وقت است صاحب که نوبت به سایر برادرها برسه صاحب. مستقیم نیست؟ مستقیم شما در لاین هستین صاحب، لایف. کدام روز مظاهره هستن صاحب؟ برادر گرامی، روز 23 اکتبر که روز سه‌شنبه ساعت 1 بجه شما در مقر عمومی ناتو تشریف بیارین صاحب. در بروکسل، بله، بلژیم. اون آدرس صاحب میال شما میبینین که در پرده تلویزیون هست صاحب. ما خب فهمی کنیمش نمیبینیم. اینه میای صاحب، اینه شما ببینین میای در چند دقیقه صاحب، چند ثانیه بعد شما در پرده میبینین صاحب. تاریخ 23 اکتبر. 23 اکتبر صاحب، به اصطلاح این سه شنبه نه، دیگه سه شنبه صاحب. فهمیدم. خب از 1 تا 4 ما اجازه گرفتیم، یعنی شما کوشش کنین که بین 1 و 1.5 تا 2 خود برسانین که بعد ما از اونجا تا 4 بجه ما اجازه دادن. خب صحیح. بسیار زیاد تشکر، لطف کردین صاحب، مرحمت شما صاحب. با امان خدا صاحب، تشکر صاحب. السلام صاحب. سلام علیکم صاحب.
ما میخوایم که زمینه مساعد شما و شما که آدرسی که مرکز عمومی ناتوس و شما مرکز بگیرین، آدرس بگیرین که باز بخیر شما تشریف به هم برسانین. موضوع که دائم مرا رنج داده و سایر مردم افغانستان رنج داده و اوی موضوع است که در 11 سال گذشته مردم افغانستان بهترین شانس داشتن که افغانستان بتونه از هر نقطه نظر اقتصادی و نظر سیاسی و سایر موضوعات افغانستان به طرف ترقی سبق بده. متاسفانه در جریان می 11 سال ما نتونستیم که اون بهترین شرایطی که برای مردم افغانستان میسر بود از اون شرایط ما استفاده کنیم و هنوز هم دیر نشده و این وظیفه فرد افغانستان است، بالخصوص مقاماتی که در افغانستان مثل قدرت بزرگشان هستند. نقطه عمده است که ما پیشنهاد بکنیم به دولت کرزی صاحب اگر ما را اجازه بدین که ما بیاییم داخل افغانستان کمیسیون دفاعی تیار کنیم. قرار که شما میبینید که ما از نظر عملی چیزی که وعده کردیم و ما وعده خود به مردم افغانستان وظیفه ما که خادم ملت افغانستان ما با وعده خود وفا کردیم. ما باز هم از شما خواهش میکنیم اگر شما این مسئولیت این تشکیل شورای دفاعی ملی افغانستان به عهده ما بسپاره و خودم امی مسئولیت به عهده میگیریم. ما هیچ نوع طمع و توقع نداریم، فقط ما میخوایم که وظیفه ملی خود پیش ببریم. برای صدیق متین سایر رفقا در خدمت است، عمل کنین صاحب. الو سلام علیکم. السلام بیادر گل، شما اسمتون از کجا تلفن میکنین صاحب؟ حسن هستم از لندن صحبت میکنم. حسن جان شما بفرمایید صاحب، 2 دقیقه وقت دارید صاحب که یعنی مسئله تظاهرات میخواستم بپرسم که کدام روز است که با تاریخ 23 اکتبر خب 23 اکتبر در کجاست؟ در مقابل مرکز ناتو که آدرسش ما پیشتر این باز در پرده تلویزیون من دادیم، شما تشریف بیارین در بلژیم. خب ساعت چند است؟ ساعت شما کوشش کنید که بین 1-1.5 بجه شما تشریف به هم برسونین تا 4 بجه. خب تشکر خیلی موفق باشین ان شاء الله. زنده باشین صاحب، لطف کردین صاحب. با امان خدا صاحب. بازم آدرس شما میبینین در پرده تلویزیون، شما اشتراک بکنین به این جمعواری ما بسلا ما شما ممنون خواهد شدیم. برای صاحب صدیق متین در خدمت آن عمل کنید صاحب. آقای متین از لندن السلام علیکم. قاضی صاحب گل مهربان، شما چطور هستید؟ خطاب صاحب ما شما بسیار تعریف کردند، شما چه حال دارین صاحب؟ بفرمایید 2 دقیقه وقت دارین صاحب. زنده باد، مبارزه تان موفق باشین، عمر طولان نصیب تان. شما پرسان داریم ای برادران بلوچم همین میتونید یک برنامه اگر داشته باشه شما هم در اشتراک کنین، اگر نداره دائما اینا رو دعوت کنین. ما میدیاش در لندن تعقیب میکنیم. از روزی که صدای بلوچا بالا شده تانگ حکومت پاکستان سود شده، هر روز حکومت پاکستان چیخ میزنه که ما میریم به دست و پابوشی بلوچا. و قاضی القضات کلگی حکومت بالکل دست و پاشاست. نما دائما شما اگر اونا برنامه داره تکرار میکنیم شما اشتراک کنین، اگر ندارن حتما یکی از نماینده پاولی شما باشن. انشاءالله موفق 13,000 نفر بلوچان اینا زیر خاک کردن، اینا جواب ندارن. پاکستان حکومتش کسی پاس رزیل است. آمدی به کرزی، اگر کرزی مکتوب شما رو جواب نمیده شما دیگر حق نداری که زیر آقای علی جناب و جلال ما بگوی فقط کرزی بوزوک. قاضی صاحب ما میگیم یک اجلاس تلویزیون کل میبینه اولادا و یا صاحب ما صاحب یک هوش بیا یک برو استفاده بیتایی زنده بار رمضان بشر دوست کجا گم است لندن بیا بخیر بیا یک مبارز بین افغانستان داریم رمضان بشر دوست است و بس. خب صاحب خودی تاسی این میرا پیش ببر انشالله مقتوان بداشتیم حتما به مبارزه تان شرکت میکنیم. زنده باشین جواب از تلویزیون جناب نگوین دیگه. خب صاحب تشکر قاضی صاحب از نظرتان. السلام صاحب.
تلفن بود. خب وقتی صاحب که تلفنتون رو قطع کردم، ما میخوایم به جواب قاضی صاحب بگویم که برادرای بلوچ ما، بزرگای بلوچ ما کتما دائم هستند، اونا هم در این گردمایی که ما در مقابل مقر ملل متحد داریم اونا هم اشتراک میکنن. ما برنامه مثبت است با احترام به گفته های قاضی صاحب، اما ما برنامه را که ما پیش میبریم دائم به اصطلاح احترام هر شخص در نظر است و ما اعمال هر شخص مورد قضاوت قرار میتیم. به این ترتیب ما خواهش میکنم که در برنامه الفاظی که مناسب نیست او را شما نگوین. باز هم ما کوشش میکنیم که با یکدیگر احترام داشته باشیم و با اعمال کسی که موافقه نداریم موضوعش ما اظهار کنیم که با اعمال کارکرد شخصی ما موافقه نداریم. و این ترتیب دیگه ما از شما خواهش میکنم دو دقیقه صحبت کنین. صدیق متین در خدمتتون است، عمل کنین صاحب. الو سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی، اسم مبارک، از کجا تلفن میکنین صاحب؟ اسم عبدالحمید است از شتوتگارت آلمان. بفرمایید صاحب، ما خیلی میمانتان هستیم صاحب در هامبورگ. بسیار خوش است شما را ببینم و چیز شما را ببینم. زنده باشید صاحب، عمل کنین صاحب، شما بفرمایید. ما چی را میدیدم یک برادر ما میال به حساب چی را توین کرد آمید کرده رئیس جمهور ما را. بله. امی بیچاره ولگه ملامت باشه. هر روز که ما تلویزیون میبینیم یک حال میبینیم که بیهی آدم بیهی نمیتونه دیدم چی را امی کانال بیهی دیدن نمیتونه آریانا و چی را دیگر. بله. اتقال از افغانستان بیهی هر روز چی میشه از استدیا اوجه شتا کلش وطن فروشا دمی سر چوکی. بله. تا چی وقت مردم این رقم چی کنه تحمل کنه؟ بله. داریان ماندیم که بیهی چطور میشه یا آخر چطور میشه؟ والا برادر گل اینطور است که ما به خدمت مردم افغانستان حاضر هستیم. یعنی دمی 2.5 ساله که دیولنجرگه تاسیس شده، محضر نقطه نظر ما اشخاص به اصطلاح با تجربه را داریم. در غیر از او ما بسیار بزرگوارای دیگر هم میشناسم که اونا همی اهلیت دارن که بیان داخل افغانستان به شکل رضاکار به خدمت مردم افغانستان برسن. از این خاطر ما صدای خود بلند میکنیم برای جناب محترم کرزی صاحب که ما را اجازه بدین و ما کمک شما را کار داریم داخل افغانستان ما بتانیم که شخص خود ما کمیسیون دفاعی ملی افغانستان از تمام ولایات تشکیل بدیم، ما بتانیم در مقابل دولت پنجابی آیسای بریم و این که چند نماینده آیسای در داخل خود افغانستان فعالیت دارن، مردم افغانستان باید اونا را تشخیص کنن و اونا را یا بکشن یا هر چیزی که اونا معامله میکنن کشان معامله کنن. این در نظر نداشته باشن که از اونا بترسن. برادرایشان اینجا در داخل اروپا و امریکا و در کانادا فعال هستند. قراردادان جل جلاله اونا با ما اجازه دادن و ما از مقامات رسمی دولت بلژیم و مقامات امنیتی تشکر میکنم، از مرکز نوتش بسیار زیاد تشکر برادر. خوب گفت است. مگم در چی چوکی های بالا که شتا یا کل نصفشان فروخته شده. ما خیلی صدای خود بلند میکنیم برادر گل. ما که اینمی ویروس از افغانستان وصول نشه همین نفرهایی که فروخته شده. اما تو یک نفر مثل بشار دوست که رئیس جمهور شده اول از یک سر از ویروس وصول کنه از افغانستان. خب بسیار زیاد تشکر از نظرتان صاحب، لطف کردید صاحب. با امان خدا قربان. دیولنجرگه صدیق متین در خدمتتون است، عمل کنید صاحب. السلام علیکم. السلام برادر گرامی، عمل کنید صاحب. حتما بخیر. زنده باشین. اسم مبارک، از کجا تلفن میکنین؟ اسم جاوید است، ما در اسنوبروک زنگ زدیم. بفرمایید برادر گل. ما یک چیزی که برنامه شما نمیفهم بنیاد خیریه فلان این بنیاد خیریه برای هموطنای ما شما برادر گل با ما هیچ ارتباط نداره.
بسیار زیاد تشکر از تلفنتان. ما صاحب به اعلان تجارتی میریم، باز 5 دقیقه بعد باز ما پس بریم، باز ان شاء الله تلفن‌های شما را میگیریم. بسیار زیاد تشکر صاحب. باشه لطف کنید صاحب.